اینجا از الیکا میپرسن نیکا باید به جا جواب بده. سوالشون هم مورد داره. نیکا میمونه اصلا چجوری باید جواب بده، چه فیلم بدی خانم آخر. عبدالرزاقی با چقدر پول حاضری توی فیلم خیلی بد بازی کنی؟ هیچ کردن با 1 میلیارد بازی کنی. گردن عالیه. این چشمان پر اشک من. ببین روحیاتتو دادیم دست کی؟ با 2 میلیارد عوض کرد. ببرش بیشتر نه ولی ها. نه بیشتر 2 میلیون. حاضره؟ نه بازی نمیکنه. با چقدر؟ فیلم بعد بازی نمیکنه. با چقدر؟ الان 50 میلیارد بدن خودت بگو بازی نمی‌کنی یه فیلم بعد؟ خیلی با استقبال میکنم. اینجوری که با استقبال جواب داد احتمالاً هر جور فیلم بدی هم بگم بازی کنم. چی میگی؟ واره به او داری به 50 نفع کی میلیارد صحبت بعد. خب 2 ولی بازی نمی کنی. نه واسه 2 میلیارد نه. خب نه دیگه. آقا با همون 1 میلیاردی بازی میکنه. خدا بازی میکنه. چه دیدی؟ شاید بازی. تو که آخرش به 1 میلیارد هم قرار راضی بشی، آخه چرا پیرمرد رو اذیت میکنی بنده خدا رو؟ خانم برای عبدالرزاقی خانم. از کدام یکی از افراد این جمع خوشت نمیاد؟ خودتو نمیتونی بگی. این جمع اینجا بله. رضا نیکا. نه خودتو دوستت نمیتونی داره. بگی. من خودم نمیتونم بگم. منم هستم، نیما هم هست. منو بگیم دیگه. بگو. از آقای مدیری. همه پاچه خاری مدیری رو میکنن غیر نیکا. الیکا که الان واسه مبرا کردن خودش میگه جوک جدید. جوک جدید. این هم از این. اصلا با بالا رفتن سن هم تغییر نمیکنه. این اصلا فرق. خب بدترین عادت خودت چرا فکر میکنی رضا؟ عادت بد نمیدونی زیاد داشت چجوری ندارم. فکر میکرد. نه آخه تعریف میکنم که مثلا میخوان حساب کنن، امکان داره مثلا برم مثلا تو تراسی هوایی بخورم یا برم مثلا دستشویی. با هم اون پشت پیتزا سفارش دادن. تا گفتن پیک موتوری اومد پیتزا ملکیه، رضا رفت دستشویی. حیثیت نذاشتم واسه بدبخت پیرمرد. الیکا رفت دسته پول در آورد، توف زد، حساب کرد. ولی مدل آقای نیکا توف زد. رضا اومد بیرون، اومد اینجوری و گفت این پیتزا نیومد. یعنی فکر کرد همه ما خریم. گفتن چرا اینها بفهم؟ گفت الیکا تو حساب کرد. گفت آخ آخ چرا. خیلی متاثر شد. خب حالا شاید واقعا دستشویی داشته. خیلی دوست داشتنیه این نیکا.